و تیپ‌های عملیاتی میرفت محورهای غرب و جنوب. امروز باید نیروها آماده بشن برن به شمال آفریقا، برن به شرق آسیا، برن به قلب اروپا. باید آماده عملیات‌های جهانی باشیم. ما که دیگه پیر شدیم، نسل بعدی باید طوری تربیت بشن، آماده باشن که از این به بعد تو 3-4 دهه آینده باید آماده باشیم برن به کمک برادران مسلمانشون در شمال آفریقا، در جنوب آفریقا، در شرق آسیا، در آسیای میانه، در قلب اروپا مسلمین رو آزاد کنن. دیگه بین المللی شد، تمام شد. انقلاب صادر شد. میگفتیم انقلاب صادر میشه، صادر شد، رفت. بچه‌های ما در 5 قاره عالم دیگه حضور دارن و دارن همه جا علیه استکبار میجنگن. مقدمات ظهور رو باید فراهم کرد و باید یک جهاد بین المللی رو دامن زد. از هیچ کس هم نباید ترسید. انقلاب اسلامی ایران مادر همه انقلاب‌های اسلامی است. امام همون اول گفت ما انقلابمان را صادر میکنیم و ایران وطن دوم تمام مجان و غزه، اینا بقیه‌اش هم میکنیم. شوخی فکر میکنین ظرف 7 ماه 4 تا رژیم عربی سقوط میکنه؟ انشالله 3-4 تا دیگه هم در چند ماه آینده، چند سال آینده. آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی. بچه‌های اطلاعات عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشه. آقا برو یک جمهوری اسلامی بعد از این عملیات اخیر، یک جمهوری اسلامی هم تو صحرای سینا و مصر داره درست میشه.